سلام بچه، چطورین؟ خوش اومدین به یه ویدیو دیگه. آقا تو این ویدیو یه بازی موبایلی پیدا کردم ایرانی، اصلا به نام پوکرآباد. من یه ذره این بازی رو قبل رکورد ویدیو بازی کردم و یه سری چیزایی که من یعنی یه سری کاراشون باید انجام بدی که من قبلا اونا رو انجام دادم وقتی بازی رو میریزیم. I played these games before. اومدم مثلا بهتون نشون بدم که آره اینه خوبه، بریز نصب کن لذتشو ببر. اونم که از این ویدیو خوشتون من لایک و ساب فراموش نشه. یه هول بده بشین 50 تا برای 100 تا من برشم. بریم سراغ ویدیو دیگه، زیاد دارم زر میزنم. خب بچه همونطور که گفتم من این گیم رو قبلا یه ذره پلیش دادم و شاید یه سری چیزایی که من نمیخوام انجام بدم و شما باید انجام بدین. خب فقط من بهتون نشون بدم که بگم آره اینطوری و اینا. و اینکه یه چیز جالبی که این گیم داشت این بودش که چیز داشت، بگو اسمشو، سربازی داشت و این به نظر من خیلی جالب بود. خب الان چی میگه پاکم سنجی؟ خب همونطور که اول بازی میاد شما بتمنی و اینجا اول بازی 3 تا آپشن داره. خب یه دونه یا اول فضله که وقتی میزنید روش میره تو محرم. تبل میتونی بزنی همین. بعد میای بیرون از این یه وانتی رد میشه. این چه؟ این زنمه. خب این زنتونه. این یا حسینه شد ببین چیه. یا حسینه نظری میده، مثلا میگی شیر کاکائوش میدی، کیک یزی میدی، چای میدی، دوباره شیر کاکائو، چای، کیک، همین. فقط نظری میدی، ثواب داره. این چیه؟ واقعا وزن بیداری واجباره. خب این مغازته. وقتی وارد مغازت میشی میتونی کار کنی، مثلا نوشابه، چیپس، نوشابه، گلنار، پفک، به دوباره گلنار. این 70 تا سکی بهت میدی به ازای هر یه دونه. بعد اینا به سری چیزاست که 3000 تا سکه اینا مثلا بهت میده به ازای هر بار که کار کنی. بعد این چیه؟ این چی میگه؟ مثلا مکس بندازش بند ما که چیز برای رو دارن نداریم. خب بعد موبایل داره. موبایل حواسم نبود بهتون بگم موبایل داره. آمار تورم نشون میده. داره اینترنت داره، اینستا داره. اینجور چیزا. بذار غذا بخوریم. اینجا نونواییه که اینجا هم باز میتونید کار کنید. اینجا گیم نته که حالا بعدا میریم. اینجا بانکه. توی بانک شما میتونید وام بگیرید و مثلا 50 تا سکه میگیرید و 5500 تا بدید که من چون قبلا گرفتم الان 5500 تا باید بدم. اگه ندم بگم. خب این گیم نت پرداخت هزینه و ورود رو میزنید. بعد وای باکس داره، یه بازی شوتر داره، یه بازی هاکامه جنگی. وای باکس لای بسته میشه. وای باکس این بازی شوترشه که با این تیم میزنیم بود ببینید جنگی هست شبیه همون بود ببینید تو پاکتاکی شبیه همون فایل ریزی فایل دوش یعنی 150 سکی میدید برای هیچی در واقع. برای خدایی بازی قشنگیه، من باهاش حال کردم. دم سازندش که حالا ما بمیریم این دکمه آف هم بزنیم این سیستم خاموش میکنه میره بیرون. این چیه؟
از این چیزا پیش میاد کسخونه. بعضی موقع ممکنه مثلا دستم رد بشه اینا، بعد مثلا ممکنه این علمه رو یارو بیاد اینجا باش چیز کنه، مثلا برو ماشاءالله بسن، برو این خونمونه. وقتی وارد خونتون میشین زن داره، ببین برای آقایی چی درست کردیم، میگه بابا مرسی، میگه چی گفتیم، میگه چی ازم چه قابلی همین نیمرو اینا درست کرده دیگه. بعد میخوره اینا، میگه چطور بود، میگه محشر باورم نمیشه اینا. این چیه؟ همونو بشم 400 سکه نه. بعد میتونید چت کنید، چت با همسر و تو نسخه وی آی پی بخری. خب ولی چت با بابا اوکیه دیگه. مثلا میتونی بهش فوش بدی، نه اونم میگه متاسفم برای خودم متوجه، بعد میگه سلام عشقم، مثلا میگه سلام سید جان بیا بحث کنیم چی بود چه. مثلا من میگم حالا پراید یه زمانی بنزشم فوتون رو بکن سرمایه گذاری کرد، حالا باید میلیاردر باشی که میلیاردر. نه خدا به از این چیزا پیش میاد. AI نیست که داشت 4 تا کلمه بهش کلا یاد داد. مورد بعدی اینه. به بیا من این 400 تا سکه تو رو بدم، برو گم شو. اینم هست. اینم که کلا این چیزاست که میتونید بخریم. بعد حالا یه ذره بریم تو موبایل هم بریم چیه رو ببینیم. اینجاگرام چیه؟ کاکا سنگی بست تاکسی بگیریم، مثلا بریم مدرسه. وقتی معلم حساس نیست شیطان قیم مرگ بر آمریکا اونجا. داره فیثاغورس یاد میده، چی داره یاد میده؟ معلم فهمید هسته دیگه. همین 30 تا ایکس پی داد. عملا تو این بازی شما هیچ چیز آموزنده یاد نمیگیری. بریم یه جا دیگه، بریم این دفعه ایموجی واسه که نداریم. فروشگاه برنامه چیه؟ میوه شکن و بریز پخش کننده میوه نداریم. میوه شکن چیه؟ شما باخت چیه خود بشکن. ایوه عجب بازی مفرحی. گوگل چیه؟ سلام ایوه. خب بذار من یه ذره کار کنم این جا بادم بریم دیگه. تا اینجا که اومدیم دیگه فکر کنم داره. آقا BTS پخش نکن آقا. خب بریم اینجا. همین دوتا سال اینه سازمان مبارزه. بریم ببینیم میتونیم ببریم یا نه. میزنمت ببین تق.
بیا اینجا ببینم. آها بمب. شد الان کپی رایت میزنه. خب یوتیوب باختم. آقا باختیم ولی شرافتمندانه باختیم. این فلافلی هم ببین چیه. همه چی داره جز فلافل. بره بقولی بریم بیرون اینجا. بگم کل بازی دیگه همین بود دیگه، چیزی نیست که بهتون نشون بدم. همین بود کل. بریم پوکرآباد. این بود از پوکرآباد، همین بود فقط، چیز دیگه این نداره دیگه. من پیشنهاد میکنم حتما بریزینش، چون من بازی کردم الان شاید چیز به نظر بیاد، خسته کننده به نظر بیاد، ولی شما یه سری چیزش بازی کردم، مثلا سربازی داشت، بعد میرفت تو مدرسه درس می‌خوند. چون من بازی کردم یه نشون نداد، ولی شما بریزین حتما بازی کنین، خیلی خفنه. مرسی از اینکه ویدیو دیدین. تا ویدیو بعدی فعلا خدا نگهدار شما باشه.